از 3 شعبان تا روز 8 ذی‌حجه امام حسین علیه السلام در مکه بود و چون در این 4 ماه و چند روز مردم برای زیارت خانه خدا به این مکان مقدس می آمدند و برخی هم که عمره را انجام داده بودند از مکه خارج می شدند، خبر حضور امام علیه السلام در مکه انتشار پیدا کرد و از سوی دیگر هم امام حسین علیه السلام با زائرین و مجاورین حرم الهی درباره بدبختی که عالم اسلام رو فرا گرفته صحبت میکرد و اونها رو بیم میداد از اینکه با حاکمیت یزید و تن دادن به خلافت او دنیا و آخرت خیش رو دارند خراب میکنند. حالا اینجا بحثی پیش می آید که چرا امام حسین علیه السلام که با معاویه بیعت کرده بود حاضر به بیعت با یزید نیست و مقابل او می ایسته. در بحث‌های ابتدایی اشاره کردیم معاویه چون خود مردم خواهان خلافت او بودند و ظواهری از اسلام رو رعایت کرده بود و سابقه کاتب وحی بودن هم داشت و به مردم رسیدگی کرده بود و منافع مادی اونها ولو نامشروع رو تأمین کرده بود، مردم هم به او اقبال نشان داده بودند. برای امامان ما تکلیفی نبود مگر اینکه خط اصیل اسلام رو برای مردم تبیین کنند و اونها رو از بدبختی هایی که با حاکمیت معاویه و بنی امیه تهدید میکنه اونها رو آگاه کنند و بیم بدهند. اما روی کار آمدن یزید برخلاف شرع و برخلاف عرف و برخلاف اخلاق بود و نه تنها امام حسین علیه السلام بلکه همگان باید در برابر خلافت او می ایستادند. معاویه نماز جمعه و جماعتش ترک نمی شد و با برخی از راویان و محدثین و فقها نشست و برخاست داشت و بارها هم به حج آمده بود و به نظر می رسید که به ظاهر داره اسلام رو حفظ میکنه، اگرچه عرض کردیم او در خفا دنبال محو اساس اسلام بود، ولی چون هنوز چیزی رو رسما و علنا بروز نداده بود تکلیفی برای امامان ما جهت مقابله با او وجود نداشت. اما روی کار آمدن یزید همونطور که عرض کردیم کاملا با خلافت و حکومت پدرش متفاوت بود. یزید فردی بود که علنا فسق و فجور میکرد. ما در بحث پیش گفته اشاره کردیم که به قدری وضع او خراب بود که فرد فاسدی مانند زیاد ابن ابی هم میگوید یزید با این فسق و فجورها چگونه صلاحیت داره خلیفه باشد و ما مردم رو توجیه کنیم که خلافت او رو بپذیرند. در سخنانی که امام حسین علیه السلام هنگام مقابله با حر بیان می کند و حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای او بیان می دارد نشان می دهد که تن دادن به حکومت یزید خلاف شرع و در برابر کسانی همچون یزید باید ایستاد. امام حسین علیه السلام می‌فرماید از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود هرگاه مسلمانی حاکم جائری رو ببیند که بر مقدرات مسلمین مستولی شده و ظلم و ستم پیشه میکنه و عهد و پیمان الهی رو شکسته است و حرامهای خدا رو حلال کرده، اگر کسی با قول یا فعل در برابر او نایستد بر خداست که روز قیامت او رو همراه با همان حاکم جائر در آتش جهنم بیفکند. بنابراین همه وظیفه دارند
در موقعیتی که فردی چون یزید روی کار آمده و اساس اسلام رو داره تهدید میکنه بایستند اگرچه در این راه کشته شوند. از همین روست که امام حسین علیه السلام قبل از خروج از مدینه و فردای اون روزی که به دارالاماره احضار شده بود، مروان حکم رو وقتی در خیابان دید و مروان به امام عرض کرد که آقا برای حفظ دین خود بیا و با یزید بیعت کن، امام فرمود که از قد بلیت الاسلام به راء مثل یزید و علی الاسلام السلام. در موقعیتی که اسلام دچار شده است با حاکمیت فردی چون یزید، باید با اسلام وداع کرد، یعنی باید فاتحه اسلام رو خوند و اسلام دیگه نابود خواهد شد. بنابراین خلافت و حاکمیت یزید لعنه الله با اون فسق و فجور علنی و بیدینی و بیاعتقادیش خلاف شرع است و شرع اجازه نمیدهد چنین کسی فرمانروای مسلمین باشه.